علیه طاهر روزیباєв مدیر لیسей خوانندگان بالایاقت شهر خوجند و زیردستانش با اتهام از خود کردن مبلغ‌های این مکتب پرونده جنایتی آغاز شده است. در این باره مرکز مطبوعات агентии مبارزه коррупсияи тоҷикистон خبر داد. بنا به اطلاع منبع، روزیباєв با مصلحت پیشکی با سرمحاسب و محاسبش 842756 سومانی پولی از سوی والدین خوانندگان برای تحصیل، خوابگاه و کتاب‌های درسی پرداخت شده را به خزینه وارد نکرده به جیب خود زدند. همین طور روزیباєв با مصلحت پیشکی با سرمحاسب و مدیر انبار توسط شرکت فیض مظفر درباره گویا از این شرکت خریدن مال و محصولات به مبلغ 1,640,000 سومانی اسناد قلبکی ساخته این مبلغ را هم تصرف کردند. در همین اساس نسبت روزیباєв طاهر بکمرادویچ با بقولوف و دیگران با ماده 245 قسم 4 بند ب و 323 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیش پیشکی آن ادامه دارد. تصرف چنین مبلغ‌های بزرگ از یک مکتب در حالی است که والدان از پیوسته برای این آن پول جمع کردن مأموریت مکتب‌ها در تاجیکستان شکایت می‌کنند.